سلام های شدید و آبدار به همه شما شنونده های هوشیار. چون امروز روز سال اعلان شده، کوشش میکنم که از گپ های اضافی بگذارم که خدای ناخواسته باز کنم گپ نشه. مهمان امروز ما یک هنرپیشه بسیار با صلح و صفاست. هنرپیشه تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون سابق افغانستان، زرغونه جان آرام. زرغونی آرام که در کودکی او را زرغونگک میگفتیم، در کابل تولد شده. مکتب به بسیار خوبی و صلح و صفا بدون جنگ و جدل در لیسه عالی زرغونه به پایان رسانیده. چون روز صلح است، از ترسی که باز جنگ نشه کلمه صلح را بسیار به کار میبرم. در کجا بودیم؟ زرغونه جان 8 ساله بود که در نمایشات هنری مکتب سهم میگرفت و هفته چند روزم با بسیار شوق و ذوق و صلح و صفا رادیو کابل میرفت و دمو یک خوش جان خود یکی از اعضای برجسته پروگرام اطفال بود. قصه کوتاه که در یکی از نمایشاتی که از طرف مکتبشان در زینب ننداره اجرا میشد و زرغونه جانم سهم داشت، به خاطر استعداد زیادی که از خود نشان داد، از طرف ریاست هنرهای زیبای وزارت اطلاعات و کلتور وقت بسیار تشویق شد و از او وقت از او دعوت کردند که در نمایشات بزرگ تئاتری نقش بازی کنه. زرغونه جان در سن 18 سالگی در نمایشنامه بزرگ تئاتری به نام هوس در پای نارون نقش یک خانم 40 ساله را بازی کرد که واقعا خوب درخشید. اما بود که راه ای هنرپیشه خوب و موفق برای بازی در دیگر نمایشنامه‌های بزرگ تئاتری باز شد. پس آن زرغونه آرام کارمند ریاست هنر و ادبیات رادیو تلویزیون شد و در اکثر نمایشات و تئاترهای تلویزیونی، دراماها و داستانهای دنباله‌دار رادیو نقش‌های عمده را بازی می‌کرد. راستی که یادم داره زرغونه جان تعداد زیادی از فیلم‌های هنری را هم برای تلویزیون افغانستان ترجمه کرده بود. گپ کلان ای که اسدالله آرام شوهر زرغونه جان آرام نیز یکی از معروفترین و با استعدادترین هنرپیشه‌های تئاتر و سینمای افغانستان است که به زودی مهمان برنامه استودیوی شماره 7 خواهد بود. فعلا زرغونه آرام با فامیل خود در امریکا زندگی میکنه. همکارم امی جان نورم که 4 روز است پشت یکی از فیلم‌های زرغونه جان میگرده که قسمتی از صدایش در این برنامه پخش کنه و موفق نشده، براتون بسیار صمیمانه و با صلح و صفا سلام میگه. زرغونه جان آرام سلام. چطور است شما؟ خوب هستین آرون جان؟ خدا چقدر سر ما قار هستین، کوچکشی و خانه تکانی هم دارین. من بسیار بدال دارم. بسیار بد. عمل در کجا هستین؟ اتاق کلی تیتو پرک است. اول به اتاق اولاد هستم. در اتاق اولاد خود یک جایی هست که مثلا بشینین؟ بله. این مقصد استاده هستین بشینین که 5 دقیقه 6 دقیقه نیست، 40-45 دقیقه کار است. زرغونه جان در کدام ایالت امریکا هستین؟ در فیلادلفیا هستم آرون جان. در فیلادلفیا. اینا اگر یک کنم سلام علیکی یک کمره شنونده ها میکنین میتونین بکنین. سلام و احترامات مرا تقدیم بیننده محترم میکنم. برای که من آرون جان بسیار دور بودم از مصاحبه و اینا. یک کم واری اگر چی میشم دیگه مرا هیچ پروا ندارم. من امروز شما هستم، اگه خدا نخواسته کنم گپ شه وردوی ما میگروزیم. پروا ندارم. خب اولادا همراهتون هستن یا نه؟ یما جان و جینا جان؟ خیر نه، یما جان است به کانادا، برام جان است به اوکراین. خب جینوگک به امریکا می باشه. به امریکا می باشه. بله. و شوهر نازنینتون اسد جان آرام؟ بله امرای ما هستم. امرای شما هست ها؟ بله. آزارتون خدا میگه؟ نه خیر. فکرش باشه که شما بسیار یک خانم نازنین و هنرپیشه بسیار خوب هستین و خود شما آدم بسیار محترم و هنرپیشه معروف است. امی لحظه شنونده‌های بسیار زیاد دزدداران صدای شما روی خط هستند. آرون پنشیری از کابل زنگ زده. آرون جان. سلام علیکم آرون جان یوسفی. چطور است حالت آرون جان؟ سلام، شکر فضل خدا، روزه رفته کنیم خوب است. خب من میخوام که سلامای به سوژه و به دیالوگ خدا خدمت شما رسان در کاران رادیو بی بی سی در کابل، سی در لندن و همچنان خدمت امیجان نورم، به خصوص خدمت مهمان شما زرغونه جان آرامی که از هنرپیشه‌های موفق افغانستان تقدیم بکنم. امیدوارم که در ایمای مبارک رمضان دارای حوصله فراغ باشین و از گزند بی صلح و بی صلحی هم در امان باشین.
تشکر، زنده باشین. و در آخر هم یک سوال داشتم از زرغونه جان که وقتی که اونها در افغانستان بودن به خارج سفر کردن، سفرهای هنری البته اگر کردن چی در سوال دارن و در چند فیلم بازی کردن، در فیلم ها اول بازی کردن اگر کردن در چند فیلم و تا فعلا چند طرف دیرنامه از طرف حکومت گرفتن و ما امید داریم که دوباره به افغانستان ما بیان، به خاطر شما با اینها ضرورت داریم. اینا بسیار هنرمند و موفق هستند و امید صحت سلامت تمام فامیلشان از خداوند بزرگ دارم. تشکر آرون جان. زرغونه جان اینال جواب بتین دیگه. بله، سوال کردن که به خارج به اینا کار هنری خود پیش برده باشه. بله، سفرهای وقتی که در افغانستان بودین سفرهای امن به خارج داشتین؟ بله زیاد داشتم، به خارج زیاد سفر کردیم، زیادتر به اتحاد شوروی سفر ما زیاد اون طرف بود. نمایشنامه را می بردین اونجا اجرا میکردین؟ بله، تاجیکستان و ازبکستان و خود شوروی و اینا، البته مسکو. و گفتن که در فیلم هم شما نقش بازی کردین؟ بله بازی کردیم. و دیگه چقدر سوال کردن تقدیرنامه‌ای که گرفتین به خاطر دارین؟ تقدیرنامه خود به اون وقت و به اون زمان دیگه بله گرفتیم. یاد ما هم از بسیار زیاد است. اگه یاد شما باشه دیگه نه سن و سال ما خو اجازه نمیده که من بگویم، برای که من یادم رفته. از شما اون جوان‌تر هستین بگوین. نه خواهش میکنم. گرفتین دیگه اونجا تقدیرنامه؟ گرفتین ما دیدیم گرفتین. و سوال اون وقت رئیس ما بودین، همه گپا برای خواهش میکنم همکار بودیم با هم یک جای. دوباره گفتن به افغانستان نظر دارین که باید سفر کنین برین؟ بله، من وقتی که رفتم از اوکراین به افغانستان پس به رادیو، تلویزیون و تئاتر همکاری داشتم و با کارهای هنری خود ادامه داده بودم. این آرون جان پنشیری خلاص شد گپ؟ بسیار تشکر. اگر در آخرم بگوین که با هنرمنده افغان با آوازخوانش به کدام هنرمنده علاقه‌مند هستن؟ خب تو یک سوال کردی که دوباره ایچه. خب بگوین زرغونه جان. به همه آوازخوانم سخت علاقه‌مند هستم، سخت دوستشان دارم. به همگیشان در مشخص بر من نیست که من کدامش دوست دارم، همه‌شان رو دوست دارم و آواز همه‌شان علاقه دارم. تشکر آرون جان قند، زنده و سلامت باشین. تشکر. عیسی خان از بلژیم روی خط است. عیسی خان؟ بله، سلام علیکم. سلامای مرا خودت و تمام شنوندگان رادیوی بی بی سی قبول کنین و سلام ما برای مهمان پروگرام. سوال میسته که چند سال میشه که در فیلم اشتراک کرده و چند فیلم از خود داره؟ اگر دارن نام بگیره که ما در بازار کدام فیلم زیره ببینیم و پیدا کنیم و سایل کنیم. تشکر عیسی جان. زرغونه جان؟ بله، از فیلمایتون فیلمای سابق آرون جان اندرز مادر بود و سابق البته دوران فیض محمد خیرزاده صاحب. بله. دیگه بازیچای شیشه‌ای بود به اون زمان. بله. باز وقت دیگه که آمدم به رادیو تلویزیون اینا فیلمای تلویزیونی زیاد است و فیلمای سینمایی حماسه عشق است، پرنده‌های ماجر است، دیگه فیلم باباست. کاورای شاورم البته یک جای ما اون فیلم‌ها کار کردیم، زیاد از فیلم‌ها دیگه. بله. کدام شد در نامش بگیرم. البته فیلم رولای بسیار عمده و مهم ندارم و رولای بسیار خرد و ریزی است فیلمایی که بعداً ما گرفتیم. بله. تشکر بسیار. این عیسی خان یام شد. صحیح شد. پرسان دیگه کی از کجای افغانستان است؟ نه باز این یک از پیشت خطا خود. ای روز سالت باز یک مقالی را مندازی. از خود کابل هستم. تولدم به شهید است. این حالا خوش شدید بسیار. عیسی خان خوش هستی دیگه؟ خب این خندگه کام کوک فهمیدی که از کجاست. برو با مان خدا. خداحافظ جانم. خداحافظ. انجینیر فرید از کابل روی خط است. انجینیر صاحب فرید خان سلام. السلام علیکم آرون جان قند یوسفی. چطور است ساعتت؟ چطور صحت شما؟ خوب است. یک برنامه قبلا داشتیم 2 هفته پیشتر سیما جان شادان بودن، من وقتم تماس گرفته بودم. یک پیشنهاد بود که یک روز خود شما مهمان شوین، تا سابق هم پیشنهاد کرده بودم قبول نکردیم. شما شنونده سوال کنم. مال خود نمیشن یا از زرغونه جان سوال میکنیم. صحیح بفرمایید سوال کنید. پیشنهاد دومی است که آقای حکیم اطرافی یک روز گفتن که من نمایشنامه بسیار زیاد نوشته کردیم، شما بی بی سی کمک کنم، مثل که شما یک وقت به حساب نامشان یادم رفت فراموشم شد، مرزا قلم بسیار کمک کردین برای ثبت برنامه از اونا. امرای حکیم اطرافی کمک کنین شروع آدم تناز نمیگذارن، نرمندان پیشش نیست. و پیشنهاد سوم به شما است که به نام پرنس علی یک افغان ما شماست، در هالیوود هنرمند است
هم میخوانه و نگاه کنسرت ها و شوهای تلویزیونی اشتراک میکنه. کدام وقت اگر از او امروز مصاحبه بکنیم زیاد پرگپی نمیکنم. زرغونه جان آرام سلام به شما. سلام بر شما، خوب هستین؟ امیدوار هستم که به زندگی مسافرت و مهاجرت شما بخیر بگذره. به حسن جان آرام سلام ما رو برسانیم. فقط به خاطر از اینکه زیاد وقت نگیرم یک سوال این بود که شما در اونجا فعالیت هنری دارین در فعلا یکی و دوم که از دوران گذشته که در افغانستان به حساب زیاد شما رولا و اینا را نمایشنامه و فیلم ها و اینا را رول بازی کردین و واقعا موفق بودین و ما یاد ما یک خاطره که به حساب خاطره هنری گفته شد او را به ما قسم کنین و همین که شما اونجا فعالیت دارین، یعنی زیاد مزاحم شما نمیشم. شکر که شما جور هستین و شکر که شما را صحت یافتیم و صدای شما رو شنیدیم. انجینر فرید تشکر. زرغونه جان بله بگوین دیگه یک خاطره که بسیار مقبول. کدام خاطره آرون جان؟ خاطره که از افغانستان دارم خو گذشت هایی بود که گذشت. خاطره که بعدا ما از سفر خود آمدم به افغانستان. البته خاطره خوب دارم که خاطره خوب به خاطر ازی که ما پس دانستم به کار هنری خود ادامه دادم و فیلم ها بود که با کمال تاسف که فیلم ها نامش یادم رفته. دو فیلم بسیار رول مهم و عمده را دارم که امی لحظه امی دقیقه فیلم امی نامش یادم رفته اونجا. خب کوچکشی آدم اینطور میکنه. به کوچکشی چی میکنین که بسیار دیگه پرابلم های زندگی را میفهمین که در عالم مسافری از این شهر به اون شهر از این شهر به اون شهر تا بال ما موفق نشدیم که جای زیست ما کجا هست. با خدای آرون جان. خب بر صورت این خاطره که یک خاطره تا نبوین خیر است. خاطری چی رو بگویم؟ خاطری خوش اگر بگویم نه امرای هنرمندا مثلا رفتین مسافرت امرای دیگه هنرپیشه‌ها یا مثلا در عین اجرای کدام نقش کدام حادثه اتفاق افتاده خاطری خوشی که دارم آرون جان که آمدم به امریکا آمدم که به نیویورک دعوت شدم از طرف مردم های افغان خود که به نیویورک زندگی میکنن. بله. ما و کامران و آقای با اکرام اونجا یک نمایشنامه داشتیم که از طرف مردم افغان و بسیار زیاد ما استقبال شدیم. اینمی خاطره بسیار خوش دارم که دالم و مسافری بازم مردم افغان ما روسی افغان هستن و نرو کلتور افغانستان خود حفظ کنن و همیشه هنرمندا را دوست دارن و احترام دارن. در تلفن هم دیروز با ما گفتین که وقتی که رفتین گفتین که جوانا زیادتر استقبال کرد مرا. گفت در حالی که شما گفتین مرا نمیشناختند. بله بیخی بر من عجیب بود آرون جان که کلانا خو مشناختن جوانای بسیار زیاد با استقبال شدم. ما تنها که کامران صاحب آقای با اقرای اینا زیاد استقبال شدیم. آجی کامران هم امروز شما بود؟ بله بله. خب درست. تشکر بسیار زیاد انجینر فرید، از شما بسیار تشکر. میریم سراغ یک شنونده دیگه که از کابل زنگ زده به نام علی خان. علی خان بله سلام علیکم. چطوری علی خان؟ خیر شما خوبن؟ تشکر. شما جور هستن؟ افطار کردید؟ چطور طبیعت صفا شده؟ تشکر. ما در قدم اول سلام های خود را خدمت تمام کارکنان رادیو خوب بی بی سی و بالخصوص خدمت شما هارون جان و مهمان عزیزم زرغونه جان تقدیم میکنم. تشکر. و دو سوال داشتم، البته سوالای مرا جواب دادن. اگر نیست سوال من این است که اگر امکان داشته باشه یک خاطرات اگر در زندگی هنری خود داشته باشد برای ما قصه کنند. خب اگرچه پیشتر یک خاطری خود گفته حتما شما در لاین بودین نشنیدین. زرغونه جان بله شما خب 1 میلیون خاطره دارین. یک خاطره که خاطره که نو به تئاتر کابل مثلا آمدم آرون جان بگین. بر شما قسم کرده بودم که سنم بسیار خرد بود. 8 ساله بودین ها؟ او 8 ساله رو چی میکنین وقتی که رول یک زن 45 بود. خب 18 ساله که بودین. بله دیگه اونم یک خاطره بسیار خوش دارم که پدرم شیشته بود در بین تماشاچی. وقتی که نمایشنامه اینا خلاص میشه و کل ما بریم پایین میریم، پدرم میگم بیا که بریم. میگه باش کمی همشیری که نقش بازی کرده بود بسیار موفق بود، من منتظر از هستم که رو ببینم. خب نفهمیده بود که شما سین؟ بله برای اینکه مکیاژ اینا شده بودم. شما در جوان بودین و نقش خانم پیره مسن بله نیمه چی میگن 40 ساله رو بازی کردین. میانه ساله. باز خیلی صاحب اینا پایین شد که دکتر صاحب نشناختین امی خانمی که امی رول امی کسی که بازی کرد دختر شما بود. ابی بابی دختر خود نشناخته.
آی جالب بود خاطره جالب است. این علی خان یا هم خاطره جالب. تشکر از شما دارم جان. آقای سمیت یک کار شخصی من به شما داشتم، اگر نمیشه یا نمیفهمم یا بگویم یا بعداً. کار شخصی چطور است؟ یعنی کدام پیشنهاد است یا یک بسیار کار شخصی است؟ پیشنهاده. بگو علی جان اگر بگو. اگر میشه داوود سرخوش در استودیو شماره 7 اگر دعوت کنید. من خیلی زیاد خیلی مدت ها میشه که من استودیو شماره 7 گوش میکنم، اون تا تقریبا سال 13 سال یک دفعه مصاحبه از طریق استودیو شماره 7 نشنیدم. علی جان امرای داوود جان سرخوش مصاحبه کردیم در برنامه رنگارنگ همیشه در برنامه رنگین کمان هم مصاحبه های داریم امرایش اگر خودت بشنوی، چون که در لیست که داریم تعداد زیادی از هنرمندا و فرهنگی های ما منتظر هستند و ماندن برشان پیشنهاد کردیم که یعنی باشند که ما مصاحبه داریم. حتما این کارو میکنیم، منتها دیگه منتظر باشی باید. زمانهای دور نه در زمانهای دور نه، ان قریب ان بعید نه، ان قریب. تشکر علی جان، خدا حافظ، با امان خدا. شنونده دیگه سلطان از دبی زنگ زدن. سلطان جان سلام علیکم. آقای صوفی صاحب به شما و به تمام هنرمندای خوب افغانستان ما از شهر گرم دبی سلام میکنم. تشکر. و یک سوال داشتم از خواهر ما که ما نمیفهم به سوال ما جواب داده میتونه یا نمیتونه. نظر ایشان در رابطه به فیلم کاغذ پرانباز چی است؟ آیا واقعا پر کردن چنین فیلمی به نفع مردم افغانستان است یا به ضرر مردم افغانستان است؟ اگر لطف کنه سوال ما را جواب بده. زرونه جان شما فیلم اخوانوس فیلم کاغذ پرانباز روی پرده سینما نامده بر شنونده بگویم؟ ندیدیم. و شما ندیدین و کتاب قضاوتم که نمیتونم که فیلم ما باید میدیدم از نامه که یکی خوب به حساب کاغذ پران که به حساب که دوایی رو گفت خنی نام میشه کاغذ پرانی و یکی که قصه سابق انانات کلچر افغانستان است راجع به همین گودی پران میگن یا کاغذ پران میگن. او بیخی دیگه موضوع است. او موضوع کاغذ پرانی بیخی دیگه موضوع است. ما خدمت سلطان جان بگویم که من میفهمم که منظور شما چی است. دمی آخر سر صدای شده که این فیلم آماده شده ولی گپایی است که در افغانستان نمیخواین ایره نمایش بدن. منظورتان همیست بله؟ بله صاحب بله. تشکر. ما امیدوار هستم که تمام هنرمندای ما بعضی مسائل کوچیک و درونی افغانستان در نظر گرفته یک فیلم بسازن یا یک درام بسازن. بله. اینجا مربوط میشه به خود کارگردان و به خود کسی که این فیلم ساخته و مربوط مقامات افغانی که بین خود جور بین که آیا فیلم باز قسمتاش قابل نمایش است یا ای که میخواین سانسور کنن و یا که نمایش بدن. بر صورت این مربوط برنامه ما نمیشه. تشکر سلطان جان، زنده باشین. تشکر. زرغونه جان ایمیل های زیادی هم بر شما آمده از سر تا سر دنیا و سوالایی کردن. پیش از اینکه بریم سراغ دیگه شنوندهایی که روی خط هستن فقط ما یکی دو سه ایمیل بر شما میخونم، جواب بتین، باز میریم سراغ شنونده ها، باز پس دیگه ایمیل ها را بعدا میخونم. همایون امیری پرسیدن که چند تقدیرنامه و جایزه گرفتین که شما پیشتر گفتین که زیاد است و تعدادش بر شما معلوم نیست و گفتن نمیتونین. نعمت حیدری که جایش معلوم نیست نوشته کرده چند سال است که دور از وطن زندگی میکنین و آیا تا به حال به افغانستان سفر کردین یا نه؟ از افغانستان تقریبا 18 سال است که بعد افغانستان برآمدیم. در مدت 18 سال از 3 سال پیش ما به افغانستان 2 سال آمدم، پس زندگی کردم دیگه. امیالم خدا بخواه پس میرم افغانستان. درست. و افغانستان وطنم است، من افغانستان دوست دارم. سریا و لیلما از مزار شریف در ایمیل خود که فرستادن پرسیدن که آیا فرزندان شما هم هنر شما را پیش میبرن یا ای که نه؟ نه خیر نه. علاقه به هنر دارن، اما پیشی دیگر پیش گرفتن. زرو جان یکی از دخترای شما جینا جان بود فکر میکنم در یک فیلم یک نقش کوچک یک زمانی بازی کرده بود. بله با فیلم بله؟ بله. باز بعد از او دیگه بازی نکرد. تصادف شدم روز آرون جان. چطور شد؟ قصه از چی قرار بود؟ قصه ای بود که یک طفلک خورد به خاطر جواب دادن یک تلفن
یک تلفن می آمد با تو یک دختر خرد او را جواب میداد. اما روز سر چی بودیم دیگه که فیلم برداری بود، سر سن بودیم دیگه که فیلم برداری. دایرکتر آمد آقای علی که یک دختری و بچه که خرد کار داریم که هم تلفن آورد دارد. بله. جینوگه که دیگه نو مویایش درست کرده بودم، خوب فیشران کم کرده بود. جینو را گفتم بیم تلفن آورد دار، اولو شرمید. پسان خود علی صاحب برش گفت که بچیم یک دفعه تلفن آورد دارید گپ نیست. تلفن گرفت برداشت از این طرف بله گفت بله بس خلاص وید متوجه نبود که کامرا سرش است. خب پسان فهمید که کامرا سرش است، یک حال را انداخت. خب نمیخواست که در فیلم بیاد. نه نمیخواست، خوش نداشت. حالا خوش نداشت. اما اولین و آخرین نقشش بود که بازی کرد. اولین و آخرینش بود. و منیر صدوزی از قندهار فکس روان کردن، ایمیل روان کردن، پرسیدن که از کدام نقشتان که تا بازی کردین راضی هستین؟ از نقشایی که از اول تا حال بازی کردین، خب طبعا تمام نقشا رو خوب بازی کردین، ولی از کدام نقشتان راضی هستین؟ اورنجان من نمی‌فهم دیگه ایده تماشاچی که وقتی که در سالن بودن و این قضاوت به دست از اوناست، اما وقتی که من خوش دارم زیاد رولای تراژدی درام قربانی ده، من نمی‌فهم. به نظر خودم دیگه ایده که خود کسایی که دیدن و بینندای محترم دیگه نمی‌فهم چی قضاوت میکنن. من از خود راضی بودم یک ذره. تشکر بسیار. سید عبدالله از ریاض زنگ زدن. سید عبدالله خان، سلام خودم خدمت میمان محترمتان تقدیم میکنم. زرگونه جان سلام علیکم. سلام علیکم. هنرمند بسیار موفق و بسیار علاقمند نشستیم. ما همیشه با جای تنسیش میبینیم و بسیار خوش داریم. تشکر. و دیگه سوال داشتم از زرگونه جان که اسدالله امرایشان کمک میکنند یا خیر؟ و یک سوال دیگه که در زمانی که در نقش 40 ساله بازی کردن در عمر 18 سالگی، در اون وقت ازدواج کرده بودن یا خیر؟ زرگونه جان بله. میگه که شوهر مبارکتان اسدالله جان امروز شما در بخشای هنری کمک میکنن؟ بله. سوال دیگه هم کردن که ازدواج کرده بودن یا نکرده بودن. بله من ازدواج کرده بودم. سوال اولی جواب ندادین، تیرتان آوردین. اسدالله آرام در کارهای فرنگیتان کمک میکنه یا نه؟ آرام بسیار زیاد امرای ما کمک کرده، شریک زندگیم است. یک زناشویی که در بین یکی دیگه کمک همکاری نداشته باشن و همدردی نداشته باشن. او را در بته. نه همیشه در برنامه فرنگی کمک کرده. شوهرم بود و که اونا همیشه مرا تشویق کردن که با فیلم و تئاتر و اینا ما کار میکردم و هیچ وقت ممانعت نمیکردن و همیشه مرا تشویق میکردن. او تشویقم میکنن. من به امریکا برای شما گفتم که به نیویورک رفتم، هیچ کدام ممانعت نکرد، من رفتم اونجا کار خود اجرا کردم اومدم. خب در مورد سوال دومشان که وقتی که شما نقش بازی کردین، نقش خانم 40 ساله را، دو وقت عروسی ازدواج کرده بودین؟ بله. خب این ایام شد. تشکر بسیار زیاد. سید عبدالله جان زنده و سلامت باشی. میریم سراغ شنونده دیگه به نام عارف وایزی از هالند زنگ زدم. عارف جان. بله صاحب سلام علیکم. آقای یوسفی چطور هستی عارف جان؟ زنده باشین، سلامت باشین. صحت شما را میخوایم با میمان شما یک جای سلامت زنده و سلامت باشین. اولین دفعه است که ما در زندگی ما با رادیو گپ میزنم. بلا میکنین ولی آفرینتان به خدا. ما یک مهاجر هستم، فعلا در هلند تنها هستم و فامیل ما در کابل است. یک خاطری که از زرگونه جان دارم. اولا سلام و احترامات خدا بسیار زیاد خدا به زرگونه جان تقدیم میکنم. ما در جوانی یک تئاتر دیده بودم که هیچ یادم نمیاد تا حالا. هم یک فرد چی زرگونه جان چی از همسایه است. و وقتی که داماد خانه همسایه از یا میاد، داماد از دروازه میبره، خو یک چند لحظه بعد یک نیم ساعت بعد داماد از کلکین میگروزه. این زرگونه جان از بالا میبینه از کلکین خود. پایان تا میشه خبر همسایه میگه ما این جای حیرت است که داماد از دروازه میبره از کلکین میگروزه. یادتان است زرگونه جان؟ بله.
و شما بازه توی دریچه بچه زندگی نامش بود. پلان توی خنده که تابال و خنده شما و همو کرکتری که شما بازی کردین. آفرین که تو به خاطر تانه هست. دریچه به سوی زندگی بود. نه ما تقریبا 50 ساله شده، ما او را دیده بودم در سنهای 20 ساله یا 21 ساله یا 19 ساله. یعنی باور کنی که تابال هر جایی که من با رفیقای خودم میشنم همین فکایی همین میگم جای تصافی است که داماد از دروازه میبرای و از کلکین میبرای. خب دیگه از زرین جان یک سوال دارم. این هنری که خودتان آموختین و اینقدر تجربه دارین، بعد از خود یعنی نشانی میان ماندین یا کدام پرورشگاه دارین که دخترای دیگر نوآموزش‌های جوان شما تربیت کنین؟ ما هم یک سوال داشتیم. سوالتان را جواب میگم به خاطر که زرغونی آرام در مدت 8 سال اونطور که تخلص آرام است اما نارام هستم. به خاطر از که همه ما شما ماجر هستیم. ببینین که من تابال این 18 سال است که از وطن دور هستم. تابال من جای بود و باش خود ندارم. گاه یک 3 ماه 4 ماه خانه دختر خود هستم، 2-3 ماه میرم خانه بچه خود، 3-4 ماه دیگه میرم خانه دیگه بچه. اونطور چی نشده که من شاگرد تربیت کنم. بسیار مشکل است، بسیار پرابلم ها در زندگی. اما ممتا در اوکراین یک مدت زمان زیاد کار کردم که اونجا اسلام الدین مارج یکی از نطاقای رادیو افغانستان ما بود. بله و اونا که بودن اونجا ما اونجا کار هنری خود پیش می بردیم. تقریبا 15-16 نفر از بچه ها و دخترها اونجا در هر ماه ما یک نمایشنامه داشتیم. در هر ماه باز اونا که رفتن به یک شهر دیگه رفتن دیگه تمام کارهای هنری ماند. اگر نه بسیار بچه ها اونجا بود که کار میکردیم همیشه. در جان یک سوال دیگه در می سوال آمد. این چی شما است که باید انسان خود تا قیامت زندگی نمیکنه، این حال باید اثر خود باید یک نشانی داشته بانین، یک اثر بانین که باید اثر شما یک کسی یاد کنه که این میام از جمله آموزگارهای چی بودی، یک فداکاری شماست که با اثر همه قدر پرابلم ها و تکلیف هایتان شما باید یک دوشیزه یا یک پسر یا یک نفردی از افغانه که هنر شما را زنده داشته باشه. این حال شما خب بیشتر بر شما گفتم که من یک ماجر هستم. من مثلا خانه دختر خود هستم، مثلا میرم خانه بچه خود. من به هیچ کدام تئاتر نیست که من همکاری داشته باشم. هیچ کدام افغان نیست که این کار پیش ببره که من امروز اونو همکاری بکنم. شما با نواسایتان کار کنین اگر با دخترتان؟ نواسای ما فعلا کلانش 10 ساله است. بگوین خو دیگه 2 تای دیگه خورده است، هر دویش خورده است. اونا هم به هنر رو قدر علاقه ندارن، برای که میفهمین که در افغانستان چی شرایط آمد و از هنربازی در افغانستان و چون اینجا اروپا است تا باید درس بخوانن. خب تشکر بسیار زیاد. زنده و سلامت باشین. شنونده دیگه ما به نام الزا جان افضلی است که از آمبورگ زنگ زده. نام بسیار آشنا، خانمی که همیشه در تئاتر و نمایشنامه‌ای که در افغانستان بود زیاد کمک کرده و زیاد کار کرده. خانم افضلی سلام. سلام ارون جان محترم. چطور هستی؟ درهون کانت نازنین سلام. سلام. سلام کندولی نازنین. اگر فکریتون باشم همسایه تو بودم. هم در کابل نندری یک جای کار میکردیم. اموستو دولدکوی نازنینت بودم. خانم زرغونه شناختین؟ نامتان یادم رفت. چطور یادت رفت؟ خانم دکتر سیب افضلی. یادم نرفت. قربان چطور استی؟ شوخ نرفت. یا ما جان کانت نرفت و نام ما از پیشت رفته. الو خال بیخی آوازم تغییر کرده. آواز ما تغییر کرده؟ خدا ماجرت نمیتونم میشودم. دولی نازنین پیری زیری امتر بگویم نه؟ الو چطور هستی؟ صحت خوب؟ اولادای نازت خوب است؟ خوب هستیم کندیم. گوش کو خوب تنسایی مرا گوش کو. ما زیاد میرم استرالیا و اونجا کتی زولیخا جان کتی دکتر جان اسلم جان دکتر جان ما کت اشوار ما потом کتی ایسان اتیل دکتر جان فرخان وقتی نامش رفت جلال نورانی کلی گیره یاد میکنیم که همکارای خود جوانی خود اگر دوران دشوار زیر بمب آتش بود
چندین دفعه ما هم رای تو در موتر آبی تو میگروفتیم یادتان است دکتر خوب هستن کلگی؟ کلگی شکر خوب است کلگی شکر خوب است اینو یادم آمد خانم لیزا احمد شاه الان کدوم تماس داری؟ بله دارم همین زنگ میزنم میشم روشن گپ بزنم ادف سب تماس داری در امریکا؟ بله خوب بسیار خوب خوب دوران جوانی دوران قدیمت زرونی کن چطور است جنگاک مقبولک چطور است؟ کلگی خوب هستن لیزا جان همگی خوب هستن لیزا جان بسیار میبخشین لیزا جان شما چی کارایی میکنین؟ شما خو یکی از کسایی بودین که در بخش تئاتر زیاد کار کرده بودین. پیشاهنگا بود تمام اولادارا بله تمام اولادارا میدادن بسیار در کاره اونجا امرایشان میکرد. تئاتر در پانتون کار میکردم من استاد و پسان در دوران اخیر بودم در سازمان پیشاهنگا استاد هنری. حالی چی میکنین؟ حالی چی میکنین خانم لیزا؟ آرونجان کانت در فیلم در وقت فیلم در خانه هستم اما بیهی تو وقتای آخر ما کتی اشتکوی آلمانی کار میکردن. بله یک با آلمانی میفهمم چی بگویم با فارسی چی بگویم یک انجمن از طرف کلیسا برای اولادو برای که برای آنها درس دین میته و نمایشاتی زیاد راجب ما همه چیز بیبل همه طور چیزوی و طرف اوسترن یا ایستر ما بگویم طرف ویناخت یا بگویم کریسمس بله و ما نمایشات که اولادکوی آلمانی هم کار میکنم بسیار خوب میکنیم. من دکتر صاحب یک چند وقت پیش با آلمان دیدم چند شعر خود مقبول خود بر من داد که در برنامه پخش کردیم من بسیار خوش شدم. تشکر ارونجان کند ارونجان نازنین و از شما یک وقت گفته بودم پس میگم بسیار زیاد تشکر شما بیشی یک کلکین در دنیا وز کدید برای افغانا ما میتونیم یکی دیگر اگر نمیبینیم میتونیم تبریک بگویم میتونیم یک چیزی خوبی یک برای دیگر بگویم. بله آرونجان بسیار به کارهای خود بسیار تاپ است لیزا جان. بله زرغون جان اگر آرونجان امروز ما هیچ خبر نمیداشتیم تو نام خدا در امریکا هستی. بله کندولی نازنین برای تو خوشی بی پایان. تشکر همچنان لیزا جان برای شما. کتی نواسگاکوی نازنین کتی اسدجان کتی اولادکو روی تو را میبوسم با مان خدا زرغون. با مان خدا لیزا جان خداحافظ. با مان خدا ارونجان خداحافظ با مان خدا. این زرغونه جان دوست سابقتانه و همسایه سابقتانه پیدا کردن. اگه من نمیبودم شما چی میکردین؟ اگه من نمیبودم شما رو میبرد. راست میگه تشکر آرونجان همه رو میبرم شما. عزیزالله از غزنی روی خط است. عزیز جان سلام علیکم. سلام عزیز جان چطور است صحتت؟ درست آرونجان صحتمند بخیر جور هستن شما؟ تشکر اوقاتت خطاف نیست؟ میره یا خندگک کو؟ اینال گپ بزن. خواه آرونجان سلام تقدیم میکنم و همه شنوندگان رادیو بی بی سی. سلام همچنان با مهمان محترم شما زرغونه جان. تشکر زنده باشین. زرغونه جان شما چند سال میشه که از افغانستان برآمدین؟ 18 سال شد. بسیار تشکر. چه وقت به افغانستان پس میرین شما بخیر؟ بخیر و خوبی تصمیم دارم اگر صبح کارم شود صبح بخیر میرم. با خدای نه. همچنان فیلم های شما رو ما از کجا باید از بیاریم زرغونه جان؟ حالا کل جای کست هاست همه جای کست های ما هست. همین فیلم های افغانی سابقه پیدا بکنیم کلش هست. فیلم ها زیاد است با خدا به خاطر مقدر باشه اما فیلم های افغانی در رکلامایش نوشته است و اشتراک کی نه حتما که برین در پشت خود سی دی ها دیویدیو نوشته است که کیا در اوج نقش بازی کردن حتما شما می پیدا میکنید. آرون جان سلام چطور هستید؟ امروی بیادرم یک دفعه گپ بزنم. امروی کی؟ امروی بیادرت گپ میزنم. سلام علیکم آقای یوسفی. السلام. نام شما؟ ماندانا باشین خوب هستین شما؟ تشکر زنده باشین. نام خودت؟ نام آزاد خان است. بیادر عزیزالله است. او بیادر عزیز جان هستی خودت آزاد خان. چطور است صحتت آزاد خان؟ خوب هستین شما خوب هستین؟ تشکر زنده باشین. سلام خود را اول تقدیم تمام کارکنان رادیو بی بی سی میکنم بعد ماه رمضان ان شاء الله که خوب سپری کنه شما. تشکر. بعد من چند تا سوال داشتم از خانم زرغونه. بفرمایید. زرغونه جان هستین یک طرق ترخ میاد من در کوچکشی سینال ما اعلان نکنین. برین خان از اتاق اولادا برآمدین یک میز در دستتون در اتاق میبرین. خب مقصد کوچکشی رو نکنین تا آخر برنامه. آخر برنامه درست. خب سیس.
آزاد جان بفرمایید. خانم زرغونه، شما که از افغانستان رفتین بیرون در وقت جنگ بود یا قبل از جنگ بود؟ برادر گلم که میفهمین که اگر مجبور انسان نشه وطن و خانه و یا خود اعلان نمیکنه هیچ وقت. بسیار پرابلم ها شد که ما برآمدیم. من تا مدت زمانی در افغانستان بودم، با همه جنگ ها بودم در افغانستان، همه دشواری های بسیار زیاد من دیدم. من بودم در افغانستان و حتما جنگ ما برآمدم و بسیار آرامی ها ما برآمدم. بله آزاد جان بفرمایید. اگر شما برگردین در افغانستان این کارتون ادامه میدین ان شاء الله. بله بله چرا نه من خدمت وطن خود هستم، به خدمت مردم خود هستم. تشکر آزاد جان. ان شاء الله که موفق باشین. تشکر، زنده باشین، با شما ها دوستها. تشکر، خداحافظ. زرغونه جان یک ایمیل دیگه هم دارم از رقیه و زرغونه که از خیرخانه کابل روان کردن. خب بفرمایید. و دوجه نشته کرده که شما یک زمان در کورس آرت و دراماتیک یا در کورس هنرهای زیبا بله شما بودین و دوجه کورس بود، شما از جمله اولین فارغای کورس بودین که در طرف اطلاعات و کلتور ساخته شد. بله بگوین که امرای شما دیگه کیها بودن؟ امرای ما امای مسمندی بود، آقای کسایی که نامایش به یاد میاد با شما امرایتان کمک میکنم. عطیل بود دیگه، سرور بود، مزیده بود، ستار جفایی بود، خروش بود، سپناپتی بود، بسیار کسا بود. یک بچه هندوستانی بله سپناپتی اینو نامش گرفتین. بله ببین چطور یادم است. بله. خب اولین کارتان بازیچه‌های شیشه‌ای بود که از ویلیامز تنسی بود. بله در سال 1341 بود. بله. و کار دوم شما همین نمایشنامه معروف بود، شما بازی کرده بودین عوض در پای ناروان. بله بعد از قربانی بود. از جی اونیل که خود آقای خیرزاده او رو بخلم چه کرده بود. خودش دایرکت کرده بود. بله. امی هنرهای زیبا باز پس نامش تغییر خورد یک مدتی. بله تغییر خورد. که به نام کابل هنری مؤسسه شد. یادتان است؟ بله. چطور یادم است؟ یاد شما خاص شما خب مجبور بودین. نه بابا ما وقتی نشده بودم. اونجا نشده بودین، شما رئیس هنر ادبیات رادیو تلویزیون بودین. این معلومات ها همه اینا نه بابا سن خلاص شدم. باز پس دوباره کابل هنری مؤسسه در سال 1345 چندین نامه شد. ریاست کلتوری کابل داره که ما کابل تئاتر ریاست کلتور و کابل داره هنری مؤسسه. بسیار نامه ها شد، ولی یک طور نامه‌ای بود که من به خاطر ندارم نام اصلش کدام بود. و دیگه یک نامه داریم، نه نامه فکس داریم که از جیلانی، جایش معلوم نیست، نوشته کرده که یک نمایشنامه بود به نام خشکبانکه. بله. که از غلام علی از آقای امید بود. آیا شما در این نمایشنامه شما نقش داشتین؟ بله. نقش بازی کرده بودین؟ بله. کارگردانش آقای خروش بود فکر می‌کنم. بله. این ایام شد دیگه. ببینید اونجا همه یاد شما سونه زمان در کورس آرت و دراماتیک هم شما بودین. بله. که زرغونه بود و فتانه امیری بود که نمیفهم کجا سال فتانه جان امیری و فتانه امیری اینا نبودن به وقت زمان ما. فتانه که امروز رئیس کابل تئاتر شده بود میگین؟ نمیفهم شاید اونا باشه. نه اونا نبودن. ما کابل هم رفتم گفتن ما بدیم نبودن. که پسان آمدن نعیم کریمی کسی بود باز پسان در کورس آرت و دراماتیک. اونا خب مردمایی بودن که ما فارغ شدیم خلاص شدیم، اونا پسانه ها پس آمدن. دوم و سوم و چهارم کورس دایر شد. کریم جان جاوید بود، مجید قیاسی بود. کریم جاوید و مجید قیاسی اینا به دوره اولا بودیم که ما بودیم. سلیم خنجی بود. یا بله اینا دوره اول بود آرون جان. بله. باز پسان ها باز هم کورس دایر شد. در نمایشنامه طبیب اجباری شما بازی کردید؟ بله بودم. در نمایشنامه آتش که دامنگیرم شد؟ بله بابام بودم. خود دوام بودین؟ بله. بس خلاص دیگه. و بسیار نمایشنامه دیگه. من گفتم آرون جان یادم رفتن نمایشنامه هزارم زیادتر است. نه نام خدا بسیار زیاد نمایشنامه بازی کردین. شنوندگان نام خدا بازم زیاد هستن. از شنوندهایی که زنگ میزنن خواهش میکنیم که دیگه تلفن نکنن به خاطر از اینکه جای نیست، وقت هم کم مانده. شنونده دیگه به نام زیا از سویدن روی خط است. زیا جان سلام علیکم. سلام زیا جان. شما خوب هستید؟ چطور صحتت؟ سلامت هستی؟ در کدام شهر سویدن هستی؟ ما در مالمو هستیم. خنک است بسیار. از بقیه جای سویدن بهتره. خب خیش که دیگه. آره
سر مرز طرف جنوب دیگه. خب این زرغونه جان است. فقط میتونی که یک بعد از یک سلام علیکی و امرش گپ. زرغونه جان سلام. السلام علیکم. خوب هستین؟ باشید. خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ فامیل کلگی خوب هستن؟ سلام میرسانه. تشکر. زنده باشید. ما میخواستم بپرسم از چند سالگی شما هنرمندی را شروع کردید؟ برادر گلم اگر سنت خورده است بچه گلم برتان بگویم که از سن 20 خورد ما شروع کردیم. 20 خورد دیگه بودم و دیگه به خاطر ندارم که من چند ساله بودم یا نبودم. خب 20 خورد بودم. آرون خلاصه کرد. خلاصه زندگی مرا گفته نشنیدین ندیدین در اینترنت. هم در اینترنت هست کسایی که برنامه را شنیده نتونسته این برنامه در اینترنت میمونه برای همیشه و برای سالها میتونن بشنون. یک مسئله دیگر زرغونه جان. زیا جان دیگه سوال اگر داری؟ دیگه سوال کنم فیلمم در اولین فیلمش در افغانستان شروع کردید یا برای خارج؟ فقط 12 ثانیه وقت دارین زرغونه جان. اولی فیلم افغانی ما بود بازچای شیشه‌ای. دیگه ابرای کمپانی بسیار مشهور امریکا ما فیلم سابق داشتم. فیلمای البته فیلمای مستند اخباری بوده. بله زرغونه جان با معذرت وقت ما تمام شده. یک جان تشکر از اینکه لطف کردین در این خانه تکانی و در این گدودی که در خانه تان است آمدین مهمان برنامه ما شدین و به سوالای شنونده ها جواب دادین. خداحافظ. با ما